در اولین ساعت دیروز که درست کردن کیک رو شروع کردم، ارزن‌ها شروع کرده رو تا اتمام پخت کیک انواع مزاحمت و آزار کلامی رو ادامه دادم که شاید کار خراب بشه یا نیمه تموم بمونه. این روال از سالها قبل شروع شده و پارسال با شدتی که به خرج دادم مجبورم کردن کارمو رها کنم. کاری که 2 سال قبل پس از 10-15 سال حبس خانگی با اصرار یکی از دوستان شروع شده بود. البته در دوران خانه نشینی و پس از آن قرار بود که بیمه و بازنشستگی پدرم به من تعلق بگیره، اما با شروع به کار این موضوع منتفی شده بود. این مزاحمت ها بارها صورت گرفته و منو مجبور به ترک و رها کردن شغل‌های متعددی کردم، از جمله چند کار تحقیقاتی، چند کار یدی و حتی کار فنی. این سلسله آزار و شکنجه برای اولین مرتبه نبود، اما یقینا آخرین مرتبه خواهد